سلام، من النازم و توی این ویدیو قراره که در مورد این صحبت کنم چرا و چطوری اومدیم ارمنستان. قبل از هر چیزی میخوام بگم که من مشاور مهاجرتی نیستم و از هیچ دفتر مشاوره‌ای هم کمک نگرفتم. قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید که بیاید ارمنستان یا نه، صحت صحبت‌های من رو باز هم چک کنید، چون ممکنه بعد از این ویدیو خیلی از مسائلی که ما تجربه کردیم و توی این ویدیو با شما به اشتراک گذاشتیم هم تغییر کرده باشه، چون که میدونید قوانین هر روز در حال عوض شدنه. اما اینکه ما چرا اومدیم ارمنستان، همه چیز از نوامبر 2024 یعنی تقریبا آبان 1403 شروع شد که من آزمون پی‌تی‌ام رو توی استانبول دادم و تونستم مدرکمو با نمره دلخواه هم بگیرم. بعد از اون شروع کردم اپلای کردم برای مقطع دکترا و خب کلی مصاحبه رفتم. خیلی دانشگاه ها حالا شرایطشون به من نمیخورد، خیلی جاها اصلا رد شدم، تا اینکه توی نوامبر 2025 اولین پذیرش رسمی من از دانشگاهی که هم من دوست داشتم و هم شرایطم بهش میخورد اومد. اما من ورودی سپتامبر 2026 بودم. اما توی شرایطی که ما باید میرفتیم سفارت و برای ویزا اقدام میکردیم، هر چیز به هم خورد و این پذیرش رو از دست دادیم. یعنی دیگه فرصتی برای ما نبود و اینکه من به دانشگاه نمیرسیدم. بعد از اون تصمیم گرفتیم که بیایم ارمنستان و از محیط ایران دور باشیم، بتونیم از اینجا و از طریق رزیدنسی یا همون اقامت این کشور بتونیم دوباره برای جاهای دیگه اقدام کنیم. خیلی برای ما ناراحت کننده بود، اما خب بعضی وقتا آدم مجبوره که تن به یه سری شرایطی بده به خاطر آیندهش، به خاطر بعدهاش. مسئله از اینجا شروع شد که ما تصمیم گرفتیم از کشورهای اطراف ایران به عنوان یک کشور واسطه استفاده کنیم. اما چه جوری اومدیم ارمنستان؟ اینکه شما به عنوان یک ایرانی بخواید بیاید ارمنستان نیاز به ویزا ندارید و تا 3 ماه میتونید تو خاک ارمنستان بدون ویزا به صورت توریستی بمونید. اما وقتی که اومدید و خودتون میدونید که پس اگر میدونید که قراره که بمونید، حالا من با نوع موندنتون کار ندارم، یکی تحصیلی میمونه، یکی کاری میمونه، به هر شکلی میخواید بیشتر از 3 ماهی که میتونید به صورت توریستی بمونید، بهتره که از روزی که رسیدید شروع کنید به انجام دادن کارهاتون و شرایط خودتون رو مشخص کنید. چون اگر بخواید مثلا روز 80م 85م شما 90 روز میتونید بدون ویزا بمونید، شروع کنید به انجام دادن کارهاتون و نمیرسید از اون تاریخ بخواید شروع کنید به انجام دادن کارهاتون و ممکنه که به چالش‌های زیادی برخورد کنید. پس تصمیمتون رو بگیرید که میخواید به چه صورت اینجا بمونید و بعدش اقدام کنید. موقعی که ما اعلام کردیم که اومدیم ارمنستان و اینجا مهاجرت کردیم، خیلی ها به ما گفتن ارمنستان اصلا مهاجرت حساب نمیشه، اینجا که همون بغل اسنپ بگیری میرسی. به نظر من اتفاقا بستگی به روحیات آدم داره. برای منی که حتی دوران دانشجوییم توی شهر خودم بودم، تجربه زندگی دور از خانواده نداشتم و اینکه تا حالا از محیط خانوادگیم دور نشده بودم، اتفاقا یه قدم خیلی بزرگ بود. و اینکه قبل از اینکه بیاید حتما تحقیق کنید راجع به اینکه مردمش چجورین، آب و هواش چجوریه. اینجا زمستون‌های سرد و سختی داره. یک نفر می‌بینید اصلا حالش با زمستون بد میشه و نمیتونه کنار بیاد. این چیزها در نظر بگیرید. راجع به قیمت خونه ازمون پرسیدید. اینجا واقعا گرونه. قیمت خوراکی به نسبت ایران، من هم قیمت خونه رو دارم میگم و هم قیمت خوراکی و مواد غذایی به نسبت ایران واقعا گرونه. همه چیز رو به دلار بهتون قیمت میدم. پس با این ذهنیت که اگر فکر میکنید ارمنستان کشور ارزونیه، واقعا این ذهنیت رو بذارید کنار. ارزون البته به نسبت کجا؟ اگر بخوایم به نسبت اروپا یا امریکا در نظر بگیریم، آره کشور ارزونیه. اما اگر شما به نسبت ایران در نظر بگیرید، نه، واقعا به نسبت ایران خیلی کشور گرونیه. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی کلی از این ویدیو نسبت به اینکه چرا ما اومدیم ارمنستان داشته باشیم، اینه که ما فقط می‌خواستیم به یه اینترنت آزاد دسترسی داشته باشیم که بتونیم مسائل مربوط به اپلای کردنمون رو پیش ببریم. حالا یعنی اینترنتی که هر موقع خواستن قطع نکنن. این مسئله بود. مسئله بعدی این که از طریق اقامت یک کشور دیگه قطعا خیلی راحت تر میشه ویزا شد و اینکه ارمنستان در مورد ما مهاجرت محسوب میشه. توی ویدیوهای بعدی بیشتر راجع به سبک، نوع زندگی و مسائل مربوط به ارمنستان براتون توضیح میدم.